کارهای سازندگی و آبادکاری که امروز بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 5.5 سالگی سرزمین باستان در شهر دیهاتمان ادامه دارد، کارمندان طرفخانه سوخدیان را نیز بی‌طرف نگذاشت و آنها اقدام ورزیدند که نزد درآمدگاه این مؤسسه را آباد سازند. من محمد صابر، ساکن شهر پنجکن، در عرفه جشن 5.5 سالگی سرزمین باستانی قرار داریم. ما آبادکاری شهر پنجکن، این قهوه‌خانه سوخدیان ما بیتون کرده ایستاده ایم. می‌خواهیم که شهرمان آباد باشد. از دیگر شهروندان هم ما خواهش می‌نماییم که شهر ما آباد کنند. برای چی ما شهروندان خود را در آبادانی دعوت می‌کنیم که چون که شهر ما خانه ما. با مهنت ساختمانی آنهایی که امروز در نزد طرفخانه سوخدیان و کارهای آبادانی مشورت می‌نگرید و بار دیگر درک می‌سازید که دعوت و وظیفه‌گزاری‌های راهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر جهت سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 5.5 سالگی سرزمین باستان کسی را بی‌طرف نگذاشته است.